بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ما رو تشویق میکنند به تلاوت سوره کهف در روز جمعه و میفرمایند کسی که روز جمعه سوره کهف رو میخونه بین این جمعه تا جمعه دیگه خداوند متعال یک نوری رو در راهش قرار میده. به این معنا که بیایم ببینیم که سوره کهف چی داره. سوره کهف سه مرحله مهم رو به ما یادآوری میکنه. مرحله استضعاف و ضعیف بودن یک فرد مسلمون. قصه اصحاب کهف ضعیف بودند، ناتوان بودند و جامعه ظالم میخواست اونها رو خرد بکنه. چه کار کردن؟ ولیتلطف، با نرمی، لا یشعرن بکم احدا، طوری حرکت کردن که کسی متوجه اونها نشد. یعنی ای مسلمون وقتی که در حالت ضعف و ناتوانی هستی، با نرمی، با حکمت، با کار زیرزمینی دعوتت رو به پیش ببر تا برسی به مرحله چی؟ مرحله ای که مثلا دوتا قصه اون عزیزانی بود که باغهایی رو خداوند متعال به اونها داده بود. یک فرد مؤمن که نعمت خداوند متعال داده بود قدرشناس نعمت بود و شکرگزار. یکی دیگه که غرق شده بود توی نعمت و دست و پاش رو گم کرده بود. در این حالت میبینیم که گفتمانی هست که انسان مؤمن اون انسان سرکش رو دعوت میکنه، به نرمی، به خوبی دعوتش میکنه. خب چقدر احتمال موفقیت هست؟ احتمال خیلی کم هست، اما دعوت ادامه داره تا یه وقتی که میایید که در نهایت همین سوره قصه ذوالقرنین هست. ذوالقرنین یک ملک و یک پادشاه صالح و نیکی که تمام قدرت‌های مادی و تکنولوژی روز رو داره. همه این قدرت‌ها رو استفاده میکنه برای تغییر آفرینی در جامعه و تغییر و تحول ساختن و اصلاح جامعه. پس ای مؤمن، تو در هر حالتی که هستی از این حالتهای سگانه، اگر در حالت ضعف هستی باید همیشه تلاش داشته باشی تا برسی به مرحله قدرت و توانمندی برای تغییر و تحول آفرینی در جامعه. اگر در حالت هستی که جامعه یک جامعه ای هست که هم سنگ هست، در این حالت تلاش رو داری برای اصلاح جامعه و تلاش رو داری برای قوت گرفتن تا بتونی جامعه رو اصلاح کنی. اگر در حالت قدرت و نیرو هستی، ذوالقرنین هستی، تمام اون داده هایی که خداوند متعال داده، همه این قدرت رو استفاده کن برای تغییر و تحول آفرینی در جامعه. یعنی سوره کهف میاد هر هفته به ما یادآوری میکنه که ای مؤمن تلاش کن تا برسی به قدرت و برای تغییر آفرینی در جامعه و اصلاح جامعه نیرویی داشته باشی تا بتونی جامعه رو اصلاح کنی. در هر حالت این حرکت باید وجود داشته باشه، چه در زمان ضعف و ناتوانی حرکت و تلاش و برای رسیدن به قدرت، و چه در حالت عادی تلاش و رقابت با جامعه ظالم، با جامعه ستمگر تا بتونی به قدرت برسی. و وقتی که هم به قدرت رسیدی، این قدرت رو در راه اصلاح و آبادانی جامعه و سرکوب ظالم و ستمگران و دیکتاتوران ازش استفاده کن.